کجا؟ به نظر خودت کجا؟ داشتیم یه دوری میزدیم. مؤدب باش دیوونه. سطح امنیتی الان قرمزه. همه سران مملکت هستن، باید بگردمت. این چیه؟ یه شعر عاشقانه است، خصوصیه. خجالت بکش دیوونه. دهانت را میبویند مبادا گفته باشی دوستت دارم. این مال منو سلبه، پسش بده. این مدرک جرمه، باید بررسی بشه. حوصله من سر رفت. یعنی یک شاعر در این مملکت نیست که در شأن ما والا مقام شعری بسراید؟ جناب سلطان اگر اجازه بدن چند تا شاعر قابل وارد کنم. منظورتون از شاعر قابل اینه که خوب بتونه چاپلوسی کنه؟ یعنی بی ارزه تر از اینا تو هیچ جای دنیا نیست. هم بی ارزه هم قدر نشناس. چاکر از ساعت چند خطی در وصف جناب سلطان سرودم. بخون برامون. از او که پاک خوب و بدت ایستاده است، جز دل چه خواستی که فراهم نمی کند. خجالت نمیکشین برای سلطان چاپلوسی میکنین؟ اینا چه میدونن خجالت چیه؟ هر کس که گل گرفته در آغوش گرم تو، دیگر توجهی به جهنم نمی کند. بهلول از علاقه من کم نمی کند. آن خر که رام عشق تو شد رم نمی کند. عاشق شدم که مال تو باشم، ولی خدا خر را شبیه کره آدم نمی کند. خواهش میکنم خودتون رو تشویق کنین، افتخارتون. احسنت. احسنت، آفرین. اعماق ما را قیلی ویلی دادی. آفرین. دستور میدهیم این شعر را در میدان اصلی شهر آویزان کنند. یعنی اینقدر نفهمه؟ حالا که از چاپلوسی خوشتون میاد لطفاً بگین داروغه رو هم کنار این شعر آویزون کنن تا مردم بدونن شاعرش کیه. پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند به صورت چاپلوسان خاک بپاشید.